ای کسانی که ایمان آورده اید، حرمت شعائر و مراسم الهی را نشکنید و همچنین حرمت ماه حرام و قربانی‌های بینشان و نشاندار را و نیز حرمت آنها که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل و خوشنودی او می‌آیند نگاه دارید. اما هنگامی که مراسم تمام شد و از احرام در آمدید، شکار کردن برای شما مانعی ندارد. مراقب باشید که کینه و دشمنی نسبت به کسانی که قبلا شما را از حج و مسجد الحرام باز داشتند باعث نشود که تعدی و تجاوز کنید و باید در انجام کارهای نیک و شایسته و رشد و توسعه پرهیزکاری همکاری کنید و هرگز بر انجام گناه و تجاوز متحد نشوید و حرمت فرمان خدا را نگاه دارید، زیرا مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست.